سلام، امیدوارم خوب و سلامت هستید و همراه با آزادی آنلاین. ظاهرا این هفته کشاکش و بردن و آوردن مهاجران در روسیه بود که بسیاری از ویدیوهایی که فرستادید همین را نشان می‌دهد. این ویدیو را ابراهیم از ناحیه کیروی شهر سنت پتربورگ فرستاد و شکایت کرد که ماموران میلیسای روسیه هر روز با آنها همین گونه رفتار میکنند. ابراهیم گفت میآیند میپرسند شهروند تاجیکستان هستی، مادرت را دشنا میدهند و به هیچ سبب گرفتن میبرند و قبل ابراهیم اگر با آنها بگویی که سندم را حالا میارم میزنند و پول میستانند. ظاهرا طالع دو مهاجر تاجیک دیگر که حالا ویدیوشان را میبینیم بلندی کرد که افسر پلیس روس بعد از تفتیش سند آنها را جواب داد، اما مؤلف ویدیو میگوید رفتار پلیس غیر قانونی بود. Вам сказали, да, на каком основании проверяют ваш документ? Вам сказали, на каком основании проверяют ваш документ? Сотрудник передавился, нет? Предоставился вам? Не предоставился, подошел, просто документ спросил, да, у вас? То без основания. Это город Красногорск, станция Павшина. بچه‌هایی که ویدیوشون رو در این برنامه ندیدن ناامید و ناراحت نشوند، چون هفته آینده حتما در آزادی آنلاین میگذاریم. ادامه صحبت هم به زندگی مهاجران دخل دارد و به مسئله آن که آیا تاجیکستان به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا همراه می شود یا نه. یک گزارش در این باره بحث زیادی را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک برانگیخت. اگر در یک روز یک ماشین بدرد، امروز وقتی که سیوز نبودند، وقتی که سیوز که می شود ممکن که 10 ماشین بدرد. از این زیاد درآمد میشه، در گمرک هم در داخل شاید خوبتر است. اما چندین نفر در صفحه رادیو آزادی نوشتند که هیچ چیزی خوب نمی شود. خوشروز آریان در فیسبوک نوشته است روسیه دروغ میگوید، چون در عوض نگه داشتن پایگاه نظامیش در تاجیکستان در گذشته وعده داد و مهاجران سبکی میدهد، اما بعد از امضای سازشنامه آن را فراموش کرد و شرایط مهاجران تاجیک بدتر شد. فقط حقوقهای خود را در دایره همون قانونی که هست در اتحاد اوراسیا حفظ کنند. فردوس نظرف گفته است تاجیکستان باید بر وقت به این اتحاد داخل میشد، اما بعضی افرادی به قول او دانا خلل رساندند. امید جان بابایف هم گفته است به فایده خلق است. فخری خالقوف هم ظاهرا مخالف پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه است که نوشته است در روسیه ملتی از همه بی‌قدر تاجیک است. ما از دست اینها خلاص شدیم و نو صاحب دولت شدیم و اکنون از منفعت‌های ملی باید دست بکشیم. شما چی میگویید؟ نویسید، در ویدیو ثبت کرده فرستید تا صدایتان را دیگران هم بشنوند. تلفن هایی که میبینید برای شماست و برای قبول ویدیو و عکس و خبرهای شما. روزی خوبی داشته باشید و تا دیدار در برنامه های دیگر.